رنا یاره 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 ده سردارم کمیسر گلرو در راه است. ما خانم جانان را به شعبه احیا گذراندیم. چرا در اینجا خوابونیدید؟ خوبم با من چیزی نشده است. چیکار کنیم؟ شما را انتظار شوید. من زود می آیم سلیم. ینگه من باید روم برای کارهای جانان. یگان ناخوشی نیست آخر؟ نه خواطر نشوید، بعد به شما خبر می دهم. مایلش. خانم جانان اینها کارمندان مایند. باید کمیسر گلرو شما را مرده گمان کند. برای همین این کارو میکنیم، وگرنه از شما دست نمیکشند. تنها یک کار میکنید، نجومیده خواب میروید. مرحمت. خب لیکن فکر میکنی اینها فایده میارند؟ اگر گفتهای ما رو خوب بجا آورید هیچ چیز نمیشود. خواطر نشوید، همش در زیر نظارت است. من با کسی رابطه ندارم. تصادفاً در آنجا بودم. پینار رو هم ندیدم. هیچ چیز رو نمیدانم. شرف افگل رو ندیدی یعنی همینطور؟ گفتم که ندیدم. چرا مجبوری به من این رو بار میکنید؟ من تنها حقیقت رو دانستن میخواهم. این حقیقتاً من با کسی خصومت ندارم. مرا به حالم گذارید. رفتن میخواهم. التماس نخیزید. آقای دکتر گفتن که باید تا پگاه در اینجا مونید. نه باید به خانه روم. التماس نخیزید.